صاحبیت افتخار دسته سرر همیشه اندر راهی قله ظفر حال بلند و بختیار دسته سرر. مخلصان فوتبال دسته دوستداشتی خود سرد را انا همین طور با سرود موسیقی استقبال گرفتند. بعداً ساعت 7:30 دقیقه بازی فوتبال بین دسته‌های سرد پنجکین و مسجد نوحی مسجد آغاز یافت. فوتبالبازان پنجکندی هنوز از دقیقه اول با بازی اهلانه صاحبان میدان بودن خود را ثابت نموده هنوز در دقیقه پنجم حساب را کشیدند. ضربه سخت زده فوتبالباز نیماجان آتابایف را دروازه‌بان مهمانان نتوانست برگرداند و توپ جای در داخل تور گرفت. شاید مهمانان چنین رنگ گرفتن بازی را امیدوار نبودند که به هجوم گذشتند. نگفته نماند که هنوز در دقیقه دوم قسم اول بازی ضربه جریمه مهمانان را بالاشوب دروازه پنجگیریان برگردانید. هجوم صاحبان میدان همان را ادامه داشت و یکی از چنین متشکلی در دقیقه 26 با گل زده خیام ضعیف انجام یافت. همینطور قسم اول بازی باعث 2-0 و فایده سرز انجام یافت. در قسم دوم مهمانان کوشش زیاد به خرج دادند که حساب را تغییر دهند و این مقصد در دقیقه 61 با آنها میسر گردید و حساب 2-1 شد. در قسم دوم بازی مهمانان بازیگری سرز را در میدانچه جریمه زده از پای افکندند و داور توپ 11 متره تعیین کرد. متاسفانه برای پنجگینتیان و خوشبختانه برای مهمانان توپ 11 متره را دروازه‌بان دسته مچو برگردانید و همینطور حساب بی تغییر باقی ماند. باید تذکر داد که در قسم دوم بازی بازیگران هر دو دسته امکانات زیادی گلزنی داشته باشد هم از آن استفاده برده نتوانستند و همینطور فوتبالبازان دسته سرز شهر پنجکین بازی نخستین خویش را در میدان خود با حساب 2-1 انجام دادند. بعد بازی کوچه‌های شهر باستانیمان از مخلصان پر بود و آنها شادی نشان داشتند که سرچشمه این هم البته از غلبه نوبتی دسته دوست داشتهشان سرز بود. یزدان قل مولانوف، نیک محمد میرجانوف از ورزشگاه مرکزی شهر.